در روزهایی که تنش‌ها در مرز میان افغانستان و پاکستان افزایش یافته، مردم بدخشان با برگزاری گرد حمایه‌ها و تجمعات خودجوش حمایتشان را از نیروهای امنیتی اعلام کردند. مردم با سر دادن شعارهای زنده باد نیروهای امنیتی و بدخشان در کنار مرزبانان از ایستادگی سربازان در برابر هر گونه تجاوز خارجی قدردانی کردند. نیروهای امنی و رسمی و استخباراتی مان که در مرزها از آبرو و عزت و شرف و دین این ملت افغانستان دفاع میکند. از تمامشان پیر و جوان، خرد و کلان، عوام و ملا، همگی ملت ما دفاع میکنیم، حمایت میکنیم، اونها را تقدیر میکنیم. با احساس پاک، با شور و هلهله در این خیابان جمع شدین به خاطر اظهار نفرت و انزجارتان در برابر یک حکومت متجاوزی که او به خاک افغانستان تجاوز کرده و طفلکان معصوم و مادران بیگناه من شما را تعدادشان را به شهادت رسانده و ما اینجا نفرت خود را در برابر چنین یک نظام متجاوز اعلام میکنیم. نیروهای امنیتی بدخشان نیز از آمادگی کامل سخن میگویند و تاکید دارند که وحدت ملی بزرگترین قدرت در برابر هر گونه تهدید خارجی است. حمایت مردم ما خرسند هستیم. انشالله ما همیشه در آماده هستیم که جان بدیم به خاطر دفاع از وطن. هر ابرقدرت جهان که باشه به خاطر ما اگر کدام اعتراض داشته باشیم انشالله ما مشت کوبنده رو در دهانش میزنیم. به خاطر تامین امنیت مردمان آمدیم در اینجا. مردم ما واقعا از ما حمایت کردن و ما به خاطر خاک ما ناموسمون هر نوع فداکاری میکنیم. ما به خاطر این نظام جان دادیم، خون دادیم. هفته‌های اخیر تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند افزایش یافته که در نتیجه تلفات سنگینی به مرزبانان پاکستانی وارد شده و مردم افغانستان در سرتاسر کشور حمایت خود را از نیروهای دفاعی کشور اعلام کردند.